این دایناسورهای بزرگ تیتانوسور هستند و 85 فوت طول و حدود 40 تن وزن دارن. اینا همشون نر هستن و چند مایل از جنگل‌های غنی که توش تغذیه میکنن دور شدن. به دلیل جنگیدن برای پیدا کردن جفت به اینجا اومدن. ماده ها نرهای تازه وارد رو بررسی میکنن که کدومشون مناسب تره. گردن عظیم تیتانوسورها خیلی سبکه و قسمت‌های تو خالی گردنشون به دمشون وصل میشه که کیسه های هوایی عجیب گولار رو باد میکنه. یه نر بزرگ که با گرد و غبار سفید پوشونده شده 2 هفته است مرکز توجهه و همه رقیب‌ها رو ترسونده، اما یک تازه وارد پیدا شده که ازش نمیترسه و نبرد استقامت رو باهاش شروع میکنه. با انگشت شست تیز همدیگر رو زخمی میکنن و پوست همو با دندون میکنن، اما در نهایت تیتانوسور تازه وارد نر قدیمی رو ضربه فنی میکنه و خودش روی تخت پادشاهی میشینه.